خون پهلوانی در وجودش شریان داشت و او را زمان آرام نمیگذاشت. در خانه همراه پدر پهلوانش که آن هم از پدر بزرگش میراث رسیده بود مستقلانه تمرین گوشتین میکرد. اسباب و انجام تمرینش نهایت ساده و عادی بودند، اما چون شوق و ذوقش که به اندازه بود هیچگاه راه بهانه نمیجست. من از خوردی پدرم خودش گوشتنگیر بود و پدر بزرگوارم خچنگ گوشتنگیر که بود. مرا از خوردی در خونه از 5 سالگی تا سن 13 سالگی در خونه با من آموخت. بعدا مرا به زل استاد الشر باقی برد. از سن 13 سالگی در اونجا مشق تمرین کردم و تو سال 2016 در زل استاد باقی مشق کردم. بعد به دانشگاه تربیت جسمانی به نام سعید مومن رحیمов در اونجا داخل شدم و مشق در زل استاد عابد صدرالدین تمرین کردم و تا حاضر و تا حال تمرین کرده شده هستم. از کودکی که وقتی حقداد به دنیا آمدگی من آرزو داشتم که اگر به کمال اگر کلانی رسد من انشاءالله همه یک پهلوانی که نامینه که در یک سطح بلندی ورزشی شروع کردم. از کودکی وقتی که کودک بود ما با همدیگر تمرین خودمان مبین اولوی میکردیم. بسیار در باره رستشکا و دیخانی و در باره دیگر شد دویدن و همه ما از ایام کودکیش تربیت کردیم. وقتی یک وقت برادر ما الشر باقیف آمدن مهمانی ما شدن، از خرسندی ما همه فرزند خودمان ما گفتیم که وقت بسیار یاشیبت بود، ما گفتیم که فرزند ما آینده در همه ساحه گوشتین زده و میلی ما انشاءالله همه را آماده کردنی هستیم. بعد در همین وقت بچه اومدیم که گفت که یکم تیار رسمی یکم چی، ما گفتیم ها. در همین وقت رستشکک شدن، موس گرفتن، موسی قبیدن، وقتی قفا و موسی چیز پرداختن بسیار در الشر باقی خوش اومد. به همین سبب برادرایی بودن که در همون مرکه مشتگی بودیم، حاجی شورای یکیموف، یار محمد گلوف، توش محمد گلوف، همه برادرها که بسیار اشتگی بودیم، همه برادرها با خلاصی آمدیم که همین ما باید یک جای معین، یک جای ورزشی تالاری خوب ده بردمونش. وقتی که حقداد خردسال بود بابایش می اومد مهر و محبتی گوشتین رو بابایش در دل فرزندی من جای انداخت. همه خیلی حقدادی من خردسالی به همین راه رفتن گرفت. بعد برادرش می رفت گوشتین، بعد از اون حقداد رو همراهش برد. همه خیلی مهر و محبتی گوشتین در دل فرزندای ما جای گرفت. همه رفتن گفتی بودم تو اومدن فرزندام رد از چشم در فرزندان که های میآیند با کدام حال میان، همه این مردن باشد که میترسه برای فرزند که اوی پاشون لد میبرد دستشون جوی و وقتی شد که گوشون شکست، وقتی شد که پاشون شکست. مردر مردم همه برای فرزند دلسوز است. گفتی بابای پدرمون که همین گپا در ما نقل میکردن. پدرشون هم گوشتین گیرن، همه کسبی پدرشون انتخاب کردن. همه خیلی مایده حقداد و معلم اولینشون الشر باقی بود. بسیار معلم بهترین بود. فرزندان ما رو نغز آموخت، صاحب گوشتین کرد. رحمت به معلم. ما ایوای روزی هستیم، هم وقت دعاگو هستیم که فرزندان ما رو به همین راه انداخت، فرزندان ما رو سربلند کرد.
ҳаддод гулов соли 1998 дар шаҳри ҳисор дида ба дунё кушодаву вораста аст. тамринҳояш дар оғоз талу теппаҳои деҳаи баракат буд. дар гӯшинҳои ҷашну маросим ҳатто бачаҳои калонсоли деҳ низ аз дасту бозуи ҳаддод ҳарос доштанд. вақте ки мо ба ҳамроҳи падараш ки машқ мекардем, вай бачаи ёш буд, меомад тамошо мекард ва завқи гӯштингиро дар дили худ ҷо кард. аз синфҳое ки чорум панҷум ки ба варзиш ки завқ дошт, баъдтар хост ки бо болотар ба залҳои давлатӣ машқ кунад. дар гӯштинои миллие ки мо дар ҳамин қишлоқи мо ки қишлоқ қаҳрамон ном дорад, дар ҳамин қишлоқ варзишгоҳи райони ҳисор бисёр маъракашон мегузаронанд. дар ҳамаҷо баромад карданд. хурсанмуродо буданд, акаи ғаффор буд, ҳамин одамо акаи киромиддин буд, ҳамин бародарое буданд ки дастгириш мекарданд, акаи маҳмадшариф қурбонов бисёр дастгирӣ мекарданд. баъдан фарзанди мо аз 10 сол зиёдтар тамрини худашро дар ҳамин варзишгоҳи ависена ки таҳти роҳбарии алишер боқиев буд, тамрини худро дар оҷо гузаронданд. замоне бо бачаҳои калонсол дар тамрингоҳи деҳ даст ба гиребон шудан ҳаддод борҳо ҷароҳат мебардошт ки дар ин асно малҳами дарди ӯ танҳо табобати мардумии модари рӯзгордидааш буду бас ва ӯ ҳеҷ гоҳ кӯшиш наменамуд ки писараш роҳи дигареро интихоб намояд. поча шикаст, марҳам кардум, тухм бастум, чордору бастум, фарзандам нигоҳ кардум. ки модар будум, зиқ мешидум, мегуфтум ки бачи мая хеле шид, гӯшу шикаст, зиқ шидум. гуфтум бачи мара гӯшои хушрӯ дошт, гуфти ки шикаст, гӯшои хеле шид. фарзанд гуфти будам ки месӯзе барои фарзанд, ҳар вақт гӯе ки ба гӯштин мера меоя, гуфти будам ки нигоҳ мекунам ки фарзанди ма кай мемонда боша. ҳар вақт ки гӯё ки ба тайёр мекардам, сумкаша мемондум, либосҳои фарзандро таҳ мекардум, мешуштум, таҳ мекардум, дар сумкаш ҷобаҷо мекардам, фақат дар ёди фарзандам ки фарзанди ма гӯштин мераю поку соку саломат ай даҳандари ма будуроя гуфта. ин чунки касби падарам худаш ки гӯштингир ки буд, модарам орзу дорад ки ранги падарат ва ранги устод Саидмоъмин Раҳимов парчамбардори азизи худам бошам. ман хур будам ба устод Саидмоъмин Раҳимов таваҷҷӯҳи зиёд кардам. баъдан ба Расул Боқиев 2008 вақте ки дар олимпиада через гола Украинара зад, ман дар ҳамон ҳолат хеле таваҷҷӯҳи зиёд бар ман писандид ва орзу кардам ки мисли Расул Боқиев, мисли устод Саидмоъмин Раҳимов дар дигар кишварҳо парчами азизи худро баланд бардорам. ҳаддод дар гӯштин бо тамоми ҳастияш тамрин мекард, аммо таҳсилу илмомӯзии худро дар ин росто сарфи назар наменамуд ва байни толибилмони мактаб рафтораш намунаву донишаш низ аъло унвон мешуд, то бадин давру даврон устодонаш аз ӯ ба некӣ ёд мекунанд. ман ифтихорнома ба гулуф ҳақдод як ҳафтуми башо. ҳақдод гулуф аз айёми кӯдакӣ дар мактаби муассисаи мо таҳсил мекард. дар вуҷуди ин кӯдак мо як ҷавони варзишгарро медидем, чунки дар дарсҳои фанни тарбияи ҷисмонӣ бениҳоят лаёқати зиёд дошт ва кӯшиш мекард ки доимо бо варзиш машғул бошад ва дар синфҳои 4, 5, 6 аллакай бо ман ҳамкорӣ мекард. дар якҷояи тамрин мекардем, нозикиҳои гӯштини миллиро ман бо ӯ меомӯхтам ва
افتخار دارم که از این یک شگرفت امروز شایسته تحسین و آفرین خلق ملت گردم. در وقت فاصله اندک شهرت و نفوذ گشتینگیری حقداد بیرون از مؤسسه تعلیمی تالار ورزشی گشته شهر حصار که چی حتی تاجیکستان را نیز تسخیر کرد. همکنون او در وزن 60-66 کیلوگرم با دلخواه گشتینگیری این وزن رقیبی سزاوار و ارزنده می باشد. از دوران کودکی در همونجا تمرینانش رو نگاه میکردیم و بعد نگاه میکردیم خیلی اول آداب بهترین داشت. همونجا مربیش میگفت که این بچه در آینده ورزشکاری بهترین میشه. گفته همه خیلی سخنها میکردند. عین حال دیده استودیم که ورزشکاری بهترین شده. من در سطح جمهوری و بیرون از جمهوری نتیجه بهترین رو به دست آورده استوده است. از دوران کودکی که پدری گلف حقداد که ورزشگر بود همچون ورزشگر میشناختیم. حاضر همچون مربی حقداد گلف خطا نمیکنیم گپ زنیم. در ایام کودکیش گویا که مربی اولینش پدرش بود که حقداد گلوف رو در جاده ورزش راهنمایی کرده. یکم درجه‌ای که فقط میگفتن که من حقداد گلوف رو از چی سر میکنم، از گفتی که رسیش که میکشوید و خیلی میگن سالتو میزند و دویدن و دیخانیش هوی میکند و دیخانی بود. پدرش یک گپ دارد، میگد که دیخانی در ورزشگاه دیخانی یکم هست و دویم هست. همین خیلی گپا گفته. فقط آماده میکرد حقداد گلوف رو به ورزش که میدواند و میپراند و همین سالتو میزد و تیار آماده کرده. یک روز در خونهش همین مربی علیشیر باقیف رو دعوت کرده. بابا میگوید که همین پسرم رو به تو میسپارم، همچون در رشته ورزشی گشتینی هم ملی و هم جودو. بعد از همون اومد تمرین رو در تالار اویتسین شهر حصار تمرین رو زیر رهبری علیشیر باقیف شروع کرد. بعد از اون یک 7 سال در همین تالار اویتسین تمرینش رو دوام داده. در این مدت 7 سال در مسابقه‌های جمهوری و دیگر مسابقه‌ها، بعد مسابقه‌های گشتینوی که محلی میشه در نوروزی و چیز اشتراک کرده. خیلی خوب برآمد میکرد. و حیث دستپرور مکتب ورزشی وارد شدن گلوف حقداد این از اون اوان کودکیش بود که در مسابقه های سطح ناحیه‌ای شهری اشتراک مینمود و تلاش و زحمت های شبانه روزی وی بود که توانست که در یک مدت خیلی هم کوتاه با ورزشگری نامی جمهوری شود و در مسابقه های جمهوری بین المللی فعالانه اشتراک نموده جاهای نمایان را سزاوار گردد. با تمرین فرا گرفتن گلوف حقداد از آن شهادت میدهد که در حقیقت او دستپرور مربی شناخته جمهوری تاجیکستان علیشیر باقیوف، سنت الله رسولوف، کریم طالبوف و دیگران بودند که زحمت آنها هدایت آنها بود که توانست که با یک اراده قوی به میدان وارد شده سزاوار جایهای نمایان گردد و تلاش خودی گلوف حقداد هست که بسیار شب و روز زحمت میکشد، به تمرین ها مشغول میشود و بهر پرچم تاجیکستان را برافروختن سعی کوشش مینماید. پس از خاتمه مؤسسه تعلیمی، حقداد برای ادامه راه خویش به دانشکده به نام سعید مومن رحیموف داخل گردیده در دوام 4 سال آنجا سربلندانه تحصیل نمود و دوام تحصیل زیر سایه مربی شایسته جمهوری تاجیکستان صدرالدین عابدوف تمرین‌هایش را ادامه داد. اولین مربی اون کس علیشیر باقیف است. در نوحه حصار تگ دست اون کس نیکی تمرین کردن. بعد
ختم مکتب میمونه در دانشگاه به نام جان پهلوان سیمین رحیمов داخل شدن. در دوام تحصیل دانشگاه در تالار ما تگ دستی ما مشق ورزی میکرد دویم و بعدا داخل دانشگاه تگ دستی مدیر کافدره نمودهای گوشتین عبیدالله خورشید مشق ورزی میکرد. وقتی که حقداد به دانشکده تربیت جسمانی به حیث داوطلب حجت پیشنهاد کرده بود، یکی از ورزشگرای شناخته نورسانی ساحه گوشتین ملی بود که در گوشتین زودو هم دستاوردهای بلند داشت و در گوشتین ملی هم قریب که در سطح جمهوریوی در همه مسابقات جای نمایان را اشغال میکرد و در دانشکده تربیت جسمانی هم ملکه و مهارت خود را صیقل داده در مسابقات سطح جمهوریوی و سطح بین المللی در گوشتین جودو و در گوشتین ملی در مسابقات سطح جمهوریوی برآمد کرده و باز هم با نتیجه های شایان سطح جوان مسابقات سطح جوانان و کلانسالان رسید که استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان را در ایام دانشجو بودنش حمایت کرد. وقتی پدرم به من نصیحت میکرد که راههای مشکلی سخت دارد، صبر میکنی، بعد در آینده به قله‌های بلند میرسی. با همون گپ پدر رو اجرا کردم. بله بود بعضی اولادهای بود از کتف جراحت داشتیم، از دست داشتیم، صبر کردیم چون که در آینده در مسابقه های گران پری گران سلام از دولت بری شروع کنم. در 2 سال آخر هنر و متانت حقداد به سابقه رشد کرد که مغلوب نمودن پهلوانان وزن 60 و 66 کیلوگرم و مثل شهباز سید ابراروف، سوربون لطیفوف و راه یافتن به فینال مسابقه بین المللی گوشتین اجدادی دلیل این گفته‌هایند. نهم سپتامبر 30 سالگی استقلالیت رسیده بود. در اونجا من در 60 کیلو شروع کردم. در فینال یکم رقابت من صفیف مرزاد بود، دوم سید ابرار شهباز بود و سوم سوربون لطیفوف رو مغلوب کردم. به فینال راه یافتم و در فینال با مرادزاده خیراندش گرفتم. در اونجا یک خطاگی من عمیق بود که استانوفکا، وقتی که در حالتی که کار کرده در همین حالت استانوف کشیدن و این مومنت رو استفاده برده، فرصت رو استفاده برده به برتری یک پهلو غالب اومد. زود برخیز، برای ورزش پگاه روزی صف کشید. برابر مشغول شدن به ورزش گوشتینگیری، حقداد در قسم حربی 54-53 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی ادای خدمت مادر وطن نمود. در قسم حربی رفتار و کردار حقداد نمونه عبرت همسنگران خویش شد. زود پاروکنده شو، 3 قطار ورد کرد و صف کشید. زود برابر شو. نزدو مقدم صف. راهبریت قسم حربی ذکر گردیده تالار ورزشی را در اختیار حقداد گلوف گذاشتند تا تواند که هم ملکه خود را صیقل دهد و هم به دوستداران این قسم حربی تعلیم گوشتین را برای کند.
من دانشکده رو ختم کردم با قانون‌های نو که بعد ختم یک سال همه به صف قوای مسلح خدمت کنم. این یک برای من یک شان و شرف است که نه که برای من، برای هر یک فرزند تاجیکستان شان و شرف است خدمت کردم. ما جوانان اگر وطن را حمایت نکنیم بیگانه یگان وقت حمایت نمیکنه، چون که این سخنان را پیشوای ملت و ما جوانان میگن ما جوانان باید صدقاً وطن را حمایت کنیم، چون که مادرامون و خواهرامون را حمایت کردن برای ما یک شان و شرف است و در حال حاضر خدمت خوب جریان دارد. طول 5 ماه شد که با گلوف اغداد در این ورزشگاه قسمی حربی 54-53 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اون با تمرین گوشتین مشغول میباشیم. اون در برابر خدمت نمودنش و سربازان اون نازکی‌های گوشتین را می‌آموزاند. این کس هم ورزشگری بهترین است، هم دویمو در سعی کوشش میکند که از ورزش یگان ساعت خفا نماند. امروز چخیلی که شاهد بودیم در قسم نظامی 54-53 یعنی که خدمت مادر وطن میکند. البته ما دویمو با روبر قسم نظامی 53-54-53 اسماعیل زاده اسرائیل دویمو در نزدیک با همکاری هستیم که یعنی با دستگیری اون کسا مثال همین گلوف از مشق‌های مثال دست جمعی مشق‌های در دو بس مشق کردن مثال با دستگیری اون کس دویمو یعنی که پیوسته با مشق مشغول است. اینجا مسابقه دانشگاه تکنیکی به نام محمد جان عاصمی می باشد که در جشن بهار و نوروز تشکیل گردیده است. در این مسابقه حقداد با دستور استادش صدرالدین عابدوف شرکت ورزید. دوامی چند دقیقه که پهلوان نامور در میدان بود بدون تنفس 6 نفر را دچار شکست نموده تحفه های قیمتناک چاره‌بینی را مالی خود کرد. نتیجه‌ای که می‌بینیم در دوام همین یک سال خدمتش در 4 مسابقه که بین میگیم که قوای مسلح جمهوری سزاوار جای اول گشت. در آینده امید آرزوی هر یک مربی پدر و مادر همین است که باید که ما خود مربی‌ها تو امروز به سطح به جای رسیدیم، آرزوی ما همین است که شاگردان از ما بالاتر روند. یعنی آرزوی امید ما همین است که یعنی که بیرون از جمهوری در سطح بین المللی پرچم جمهوری ما رو دولت ما رو معرفی کنند، یعنی که سزاوار جای اولش هم به مانند سال جهان پهلوانی که گپ زدیم سید مومن رحیموف و میرزا خواجه زاده بیروز و اکمالدین کریموف یعنی که خوشقدم خسروف یعنی که نام ملت دولت ما رو در سطح بین المللی یعنی معرفی کنند. آرزو امید ما همین است. من مادر 13 فرزند 60 تا نویره 4 تا کویره 5 تا هویره مثلا من 91 ده مادر 91 پشتم پهلوان گذاشتگه عقیبم پهلوان گذاشتگه من همه مرده خواست که هم بچه نویره من پهلوانی دا اشتراک میکنم. شهامت چمپیونات مملکت برای جودوکار نامور کشور حقداد گلوف خاطرات نیک آوان جوانیش را در پی دارد، چون که او با متانت و اراده قوی دلهای مخلصان را به تسخیر آورد و در 5 مرحله زورآزمایی با استفاده اصولهای گوناگون حریفان را دچار
شکست نمود. سرباز قطاریه که خیلی و نهایتا در این جریان حق داد خیلی و خیلی تأسف های بیشتر از آن مسابقات سطحی باشکوه داشت و امروز بخت طالب مددش کرد. زحمت هایش هم شایان شایسته بودند که در این مرحله ظفر یافت و به دوری فینالی رفت. ملکه مهارت و مشق و تمرینی که داشت انا استفاده همون بود که در مسابقه چمپیونات جمهوری تایسون با گوشتنی جودو دستاورد بعد غالب شد و اعضای دسته یکچینی اوید با گوشتنی جودو شد. در تلاش مبارزه مرحله نیمه نهایی و دور آخرین سبقت تقدیرساز برای صاحب شدن به عنوان قهرمان وزن خود، حقداد در مقابل رقیب ارزنده خویش محمد محمدی زاده قرار داشت. این نیروسنجی تا به مرحله حساس امتیاز طلایی طول کشید که در نهایت تلاش پهلوان شهر حصار برای برآمدن به سفره ظفر امکانیت را دریافت و نامش را در صحافت ورزشی جودوی کشور ثبت نمود. زیدی حمله است دوستان عزیز اینجا، اما ببینیم داوران درجه بین المللی چی قضاوت دارند در همین مورد، چون که یک لحظه سکوت هست همه. بله به همین ترتیب قضاوت نهایی شد و غالب وزن 60 کیلو چمپیون تاجیکستان در سال 2023 کسی نیست جز حقداد گلوف. واقعا گفتم که از حقداد گلوف میتوان آینده خوب و درخشان را انتظار شد، چون که حالا او جوان است و نیرو و مهارتش میتواند در زمینه تمرین رشد نماید. با امید درخش قهرمان خویش در میدانهای سطح بین المللی اینجا با دستور عمل نفران متصدی و افراد ورزش دوست برنامه خود را به انجام می‌رسانیم. ورزشگر باید بسیار تمرین خوب کند، باید تازه گردد، باید همه جهت انسانگری ورزشگر نه بلکه هم یک ورزشگر باید باشد. باید که بسیار از همه جهت انسانگری تازه باشد، تمرین‌های خوب کند، رفیقای خوب داشته باشد. علل خصوص همین اگر خواهد که در آینده چه شد بسیار مربی باید خوب داشته باشد. در آینده امید آرزوی هر یک مربی پدر و مادر همین است که باید که ما خود مربی‌ها تو امروز به سطح به جای رسیدیم، آرزوی ما همین است که شاگردان از ما با بالاتر روند. یعنی آرزوی امید ما همین است که یعنی که بیرون از جمهوری در سطح بین المللی پرچم جمهوری ما رو دولت ما رو معرفی کنند. در وزن 60 کیلوگرم بهترین ورزشگر و در مسابقه‌های سطح بین المللی برآمد خوب کرده رویخط به بازی‌های المپیک 2024 گیرد. بچه 14 داره خدا با ورزشکاش برسونه، پهلوانیاش خدا پیش بره.